احساس می‌کردم یکی از داورا موقعی که میرفتم روی صحنه به یه دلیلایی که اصلا خیلی غیر منطقی بود میخواست که نمره منو پایین بده، یا اگرم روزی که کامل بودم اصلا یه اشکالی بذاره روش دیگه. متوجه این چی میگم؟ من از اون روز حس کردم که توسط یکی از داورا یه گارد خاصی دارم که نمیدونم هم دقیقاً این حس و این نگاه و این برخورد از چی میاد. از اون استایل به بعد یه سری نقدایی به استایل من میشد که خیلی سلیقه‌ای بود و من از همون لحظه بعد متوجه این شدم که این خانم به 2 تا از شرکت کننده توجه ویژه‌ای داره و اون موقعی که مثلا حالا استایل اون 2 نفر خوب نبود میومد میگفتش که من امروز میخوام به کسی پایین 8 ندم که مثلا در حق کسی اجحاف نشه. مثلا نمونهش رو بخوام بهتون بگم، روزی که ما استایل افتر پارتی عروسی خودمون رو داشتیم اومدن اعلام کردن که من کمتر از 8 نمیخوام با کسی بدم. من اون لباس رو تهیه کرده بودم، مامانم کلی روش زحمت کشیده بود و یه کار خوبی رو داشتم ارائه میدادم و میدونستم هفته آخر فیناله نیاز به امتیاز دارم و یکی از خانم‌های داور میاد میگه که من نمیخوام 8 به پایین بدم و کسی که تقریبا یه لباس شبیه لباس خواب پوشیده و اومده داره میگه که من میخوام برم افتر پارتیم این شکلی، اون خانم باید امتیازش با من نزدیک باشه. خب اینجا ناعادلانه ترین چیزی بود که من دیدم، حالا غیر از هر چیزی که بود، ولی الان که برنامه رو نگاه کردم ریز ریز یادم افتاد، متوجه شدم که یه سری چیزا بود که واقعا پیش می اومد ولی ما چون توی برنامه بودیم متوجهش نمی شدیم. خلاصه من فکر می کردم که اومدم مسابقه استایل، نه زیاد با داورا شوخی می‌کردم، نه نمیدونم جو و حسشون فان می‌کردم. فکر می‌کردم که این مسابقه استایله و من فقط باید با استایلی که دارم حرف بزنم. سعی می‌کردم آیتمایی انتخاب کنم که کژوال باشه، برند خاصی نداشته باشه که همه بتونن ازش الهام بگیرن. روزی که من داشتم به این مسابقه فکر می‌کردم میگفتم که ناخودآگاه چه بخوای چه نخوای یه سری آدم‌ها هستن که تو رو قراره فالو کنن، استایل تو رو قراره دوست داشته باشن و از شخصیت تو بخوان مثلا یه الگویی بردارن. پس من خیلی باید حواسم به رفتارم باشه، خیلی ریاکشنایی که میتونه تند باشه ولی من به خاطر اینکه کمتر از سنای خودم دارن این برنامه رو می‌بینن چیز اشتباهی یاد ندم. بالاخره یه مسئولیت اجتماعی ما یه دونه مسابقه استایل فقط می‌بینیمش، از نظر من یه مسئولیت اجتماعیه. خلاصه من فکر می‌کردم که فقط باید برم استایل بزنم و سعی می‌کردم که تمام استایلامو راجبش فکر کنم، به دیتیل ازش توجه کنم، یه استایلی بزنم که همه میتونن بپوشن و قابل دسترسی همه باشه. واسه تک تکشون فکر کردم. من فکر می‌کردم که هر چقدر من راجبش چیزی صحبت نکنم مثلا مردم تلاش منو می‌بینن، ولی اصلا این مدلی نیست. این برنامه به من یاد داد که باید یه سری چیزا رو اصلا راجبش صحبت کنی، انگاری که خیلی دارن ساده می‌بینن همه چی.